هیچ کس از دنیای مردانه نمیگوید. هیچ کس از حقوق مردها دفاع نمیکنه. هیچ انجمنی با پسفند مردان خاص نمیشه. میدونی چیه؟ مردها نمادی مثل رنگ صورتی ندارن. این روزا همه یه بلنگو دستشون گرفتن و از حقوق و دردها و دنیای خانم‌ها میگن، در حالی که حق و درد و دنیای هر خانومی یکی از همین مردهاست. یکی از همین مردهایی که دوستمون دارن. وقتی میخوان حرف خاصی بزنن هول میشن. حتی همون مردهایی که دوستمون داشتن ولی رفتن. یکی از همون مردهای همیشه خسته، از همونایی که از 18 سالگی دویدن رو شروع میکنن و مدام باید عقب باشن. مدام باید حرص رسیدن به چیزی رو بخورن. سربازی، کار، درآمد، تحصیل. ای بابا، همه از مردا همه جور توقعی دارن. باید تحصیل کرده باشن، پولدار، خوشتیپ، قد بلند، خوش اخلاق، قوی، و خدا نکنه یکی از اینا نباشن. ما هم برای خودمون خوشیم. مثلا از مردی که صبح تا شب داره برای درآمد بیشتر، برای فراهم کردن یه زندگی توپ، برای ما که عشقشیم به قولی از شب تا صبح سگ دو میزنه، توقع داریم شب بیاد زیر پنجره اتاقمون برامون ساز بزنه. و از مردی که زیر پنجرمون ساز میزنه توقع داریم که عضو ارشد هیئت مدیره شرکت واردات رادیاتور باشه. جالبه، توقع داریم همزمان دوستمون داشته باشه، زندگیمونو تأمین کنه، صبور باشه، دلداریمون بده، خوب کار کنه، همیشه بوی خوب بده و زود به زود هم سلمونی بده. غذاهای بدمزه ما رو با اشتیاق هر چه تمامتر بخوره. با ما به مهمونیایی که دوست داریم بیاد و هر کسی رو که ما دوست داریم دوست داشته باشه. دوستای دوران مجردیشو هم که کاملا فراموش کنه. نان استاپ توی جمع قربون صدقمون بره. هیچ زن زیبایی رو هم اصلا نبینه و حتی یه نخ سیگارم نکشه. صادقانه بگم، مردها دنیای غمگین صبورانه‌ای دارن. دوستمون دارن، بیاید قبول کنیم. بیاید قبول کنیم که دوستمون دارن و ما همیشه فکر میکنیم که نکنه منو برای خودم نمیخواد، برای زیبایی میخواد. نکنه منو برای شبهاش میخواد. نکنه منو برای چاله روی لپم میخواد. در حالی که دوستمون دارن. ساده و منطقی. مردها همه دنیاشون همینه. بیایید قبول کنیم مردها صبرشون از ما خیلی بیشتره. وقتایی که داد میزنن، وقتایی که توی خیابون دست به یقه میشن، وقتایی که چکاشون پاس نمیشه، وقتایی که جواب SMS شب بخیر ما رو نمیدن، وقتایی که عرق کردن، وقتایی که کفششون کثیفه. تمام این لحظه ها خستن و غمگین و ما موجودات کوچک شگفت‌انگیز قرقرو رو خیلی دوست دارم. کمی آرامش در ازای عصر رویایی که ما از اونها طلب میکنیم. مردها تمام دنیاشون ساده و منطقیه، درست برعکس دنیای ما. بیایید بس کنیم. بیایید میکروفون ها و تابلوهای اعتراضیمون رو بابا دیگه کنار بذاریم. من فکر میکنم مردها
واقعا مردها اونقدی هم که ما داریم نشون میدیم بد نیستن. احتمالاً دلشون خانومی رو میخواد که کنارش آرامش داشته باشن. فقط همین، کمی آرامش در ازای همه فشارها و استرس هایی که برای خوشبخت کردن ما تحمل میکنند. برخلاف زندگی پر دغدغه‌ای که دارن، تعریف مردها از خوشبختی خیلی ساده است: آرامش. پس خواهیم گفت میم مثل مرد.